آموزش 7 ماسک جوانساز پوست روز 4. ماسکی که امروز میخوام بهتون آموزش بدم اختصاصی برای دور چشم هستش. برای درست کردن این ماسک از جلبک اسپیرولینا استفاده میکنم که خاصیت روشن کنندگی و آبرسانی داره. حدود 1 قاشق از این پودر جلبک رو داخل یه ظرف میریزیم. با کمی آب باید رقیقش کنیم. حجم آب استفاده شده این بار باید بیشتر باشه. چرا؟ چون که قرار هست داخلش از این پدها استفاده بشه و بعد زیر چشم قرار داده بشه. الان این پدها رو من داخل این ماسک قرار میدم و بعد زیر چشمم میذارم.